سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم در مورد حجم صحبت کنیم. چون خیلی‌ها توی تنظیم کردن حجم درست مشکل دارن، من تصمیم گرفتم که این ویدیو رو تهیه کنم. حالا چرا تنظیم درست حجم برای ما مهمه؟ چون ما از طریق حجم درست هستش که میتونیم مدیریت سرمایه درستی داشته باشیم. خب خیلی ها میان صبر میکنن موقعی که میخوان وارد معامله شن تازه به فکر میفتن که بیان حجم رو تنظیم کنن، ولی من این کار رو نمی کنم. خب حالا این روش منه، شاید یکم اون مدلی دوست داره. من چی کار میکنم؟ من میام نمادم رو مشخص میکنم. این عکس رو ببینید. الان نماد من اینجا یورو جی پی وای هستش، حساب من 10K هستش و ریسکی که میخوام بکنم $25 هستش توی هر معامله. خب میبینید ریسک من چقدره؟ ریسک من 25 صدم تقریبا، از 0.5% هم کمتره. خب من چی کار کردم؟ اومدم طبق استراتژی، مثلا استراتژیم تقریبا استاپاش چقدر میشه، استاپ ها رو نوشتم، مثلا از 5 تا 30 پیپ نوشتم. حالا بقیه‌اش اینجا جا نشده، تا 24 پیپ نشون داده میشه. اگر استاپ من 5 پیپ باشه، حجمی که من باید اون لحظه وارد کنم 0.76 هستش برای اینکه ریسک من بشه $25. اگر موقعی که ورود داد و اندازه زدم استاپم رو 6 پیپ بود، حجمی که باید وارد کنم 0.63 هستش و الی آخر. خب من برای این نماد یورو جی پی وای تقریبا تا 30 پیپ محاسبه کردم، چون بیشتر از این دیگه نمیشه، اصلا ورود نمی کنم من، یعنی ورودم نمیده. اینجوری معمولا چون تایم پایین هستش همون مثلا نهایت تا 10-15 هستش، بیشتر از این اصلا نمیصرفه. ولی خب تا 30 حساب کردم و نوشتم. نمادهای دیگه ممکنه متفاوت باشه. مثلا توی طلا استراتژی که دارم تا 100 پیپ محاسبه کردم، اینجوری دونه دونه و نوشتم. این کار چه کمکی میکنه؟ این کار کمک میکنه که موقعی که داری وارد معامله میشی دیگه استرس اینه که ای وای من حجم رو بذار مثلا پیدا کنم رو نداریم. سیگنال که داد، نقطه ورود که داد، سریع اندازه میزنی میزان استاپ رو، بعد حجم تو وارد میکنی و وارد میشی. حالا من که این کار انجام میدم، به نظر من کار خیلی خوبی هم هست. حالا دیگه شما خودتون میدونید. و این برگه همیشه دم دست من هست. من یه دفتر دارم، اینم یه برگه از اون دفتره که برای استراتژی مختلف حجم ها رو اینجوری نوشتم. حالا شاید توی معامله مثلا من بخوام 0.5% ریسک کنم، اونو دوباره حساب میکنم. حتی اگر برای یورو جی پی وای باشه دوباره حساب میکنم. مثلا اگر ریسک رو بخوام $50 بکنم برای حساب 10K که میشه 0.5%. همونطور که میبینید ریسک های من پایینه، من هیچ وقت حجم بالا نمیزنم. چرا؟ چون اولین قدم ما توی این مارکت بقا هستش. ما اول باید توی این مارکت بتونیم بمونیم، بعد بیایم فکر سود در آوردن و پول در آوردن باشیم، سود کردن باشیم. نمیشه که ما بیایم حجم بالا بزنیم و تو 2 تا حرکت پرت بشیم بیرون. وقتی اینجوری حجم بالا بزنیم و پرت بشیم بیرون از مارکت، حالا شاید یکی داشته باشه دوباره بیاد پول بریزه، ولی خب اون بار منفی شکست توی ذهن آدما میمونه. خب این از این. حالا میخوایم ببینیم اینا رو چجوری حساب کنیم. ببینید خیلی فرمولای مختلفی هستش، ولی کار خیلی ساده‌ای رو میخوام بهتون یاد بدم که خودم همیشه این کار انجام میدم. میایم توی گوگل، ببینید تایپ میکنیم فارکس سایز کلکیولیتر، این رو توی این قسمت تایپش میکنیم. بعد حالا سایت هایی که میاره سایت های مختلف هستش. سایتی که من خودم استفاده میکنم این سایت هستش، FX Verify هستش. این رو میزنم، همچین چیزی رو برای ما میاره. حالا این چه جوری کار میکنه؟ ببینید اینجا اینسترومنت ما هستش، فعلا روی طلا هستش، هر نمادی که بخواید داخلش هست. من مثلا میخوام روی یورو یو اس دی حجم ها رو پیدا کنم. یورو یو اس دی رو سرچ میکنم. خب نمادم رو تنظیم کردم، دپازیتم هم که دلار هستش. میایم حالا این پایین، ببینید این پایین وقتی نشه اوپن پرایس، استاپ لاس پرایس، این برای اینه که برای کسایی که لحظه‌ای میخوان حجم رو حساب کنن. مثلا میگه قیمتم اینجاست و برای من میزان حجم حساب کن. ولی ما چون میخوایم از قبل حساب کنیم و بنویسیم توی برگه، میایم این رو تغییر میدیم. ببینید وقتی من میام روی این نوشته چی میاره؟ سویچ تو استاپ لاس این پیپس، یعنی استاپ لاس رو بر اساس پیپس محاسبه کن. روش میزنم، ببینید تغییر کرد. حالا اکانت بالانسمون مثلا برای من 5K، همون 5K میمونه. استاپ لاسمون هم بر اساس پیپ میخوایم اینجا بذاریم و پیداش کنیم.
حالا ریسکمون رو بر اساس درصد اینجا تنظیم میکنیم. حالا شما میخواین مثلا ریسکتون چقدر باشه توی هر معامله، 1% باشه، 0.5% باشه، مثلا 0.2% باشه، هر چقدر باشه. مثلا حالا اینجا 0.5%. خب اینم حالا میتونید تنظیم کنید دیگه، هر چی بخواین اینجا هست. خب بریم اینجا. ببینید اینجا کانترکت سایز داره، یونیتس پر لات داره، یعنی هر واحدهایی که توی یک لات هستش. این رو معمولا خودش اینجا میاره، ولی بعضی مواقع میبینی این نیست و حجم رو برای شما محاسبه نمیکنه. این موقع باید چیکار کنیم؟ برای اینکه این رو پیدا کنی یک روشی هستش که خودش هم البته اینجا ببینید اینجا خودش توضیح داده ها، از خودم نمیگه. میایم توی نمادمون مثلا یورو یو اس دی هستش دیگه. میایم توی مارکت واچ، یورو یو اس دی رو انتخاب میکنیم. یورو یو اس دی رو که از مارکت واچ انتخاب کردیم روی اسپسیفیکیشن میزنیم. بعد ببینید کانترکت سایزش اینجا هستش 100,000. این رو وارد میکنیم. اگر اونجا نبود، اگر توی اون سایت نبود اینجوری وارد میکنیم، ولی خب معمولا خودش هستش. حالا من میام محاسبه میکنم. مثلا استاپ من اگر 10 پیپ بود، من موقعی که میخوام وارد شم و ریسک من میخوام 0.5% باشه، حجمو چقدر باید بزنم؟ حجمو 25 باید بزنم. خب وقتی این رو برای شما محاسبه کرد، حالا چه از طریق این سایت، چه از طریق سایت دیگه، چه از طریق روش دستی و ریاضی که انجام میدن، شما اولین کار باید برید اینو تستش کنید، ببینید آیا واقعا این درسته. اگه درست بود خب ادامه بدین، بقیه حجم‌ها رو هم حساب کنید. الان من میخوام برم این رو تستش کنم، ببینم آقا این 25 صدم لاتی که به من داده برای من ریسک 0.5% رو آیا واقعا میده برای 10 پیپ. چیکار میکنم؟ میرم روی نماد یورو یو اس دی. خب حجمم رو 25 صدم بود دیگه، حجمم رو میذارم 25 صدم اینجا گذاشتم. بعد میام مثلا توی فاصله که از قیمت هستش من یه دونه معامله میذارم. مثلا این پایین میام یه دونه بای لیمیت میزنم، بای لیمیت با 25 صدم. اینم رنگش رو من درست کنم، دیده نمیشه. خب بای لیمیت هم من با 25 صدم زدم. الان برم استاپ اینو محاسبه کنم. استاپش رو یعنی تنظیم کنم. خب حالا من این استاپ رو گذاشتم. این استاپ رو میکشم تا 10 پیپ بشه برای من. ببینید 10 پیپ شد. این گوشه رو نگاه کنید. بذارید من اینو بیام اینوری. این گوشه رو نگاه کنید. استاپ من الان 10 پیپه. خب ببینید الان 10 پیپه. ریسک من چقدره؟ $25. یعنی من اگر این معامله رو باز کنم و استاپ بکنم $25 ریسک من هستش که کاملا درسته. 0.5% 5K حساب $5,000 میشه $25. پس این حجمی که به من داده یک حجم کاملا درست هستش. حالا من میام برای بقیه پیپ هم این رو محاسبه میکنم. بذار اینو ادیتش کنم من از اینجا. خب پس این یک حجم درست رو به من داده. من پس توی برگم می نویسم که اگر استاپ من 10 پیپ بود برای ریسک 0.5% حجم من باید 25 صدم باشه. الان میام این رو مثلا برای 11 پیپ هم حساب میکنم، 22 صدم. میام برای مثلا 15 پیپ هم حساب میکنم، 16 صدم. پس به این ترتیب ما میتونیم قبل از اینکه اصلا وارد معامله بشیم حجم‌های دقیق رو پیدا کنیم، بذاریم روی برگه، بنویسیم روی برگه، بذاریم بغل دستمون. ذاتاً وارد شدن توی فارکس و ترید کردن یه کار استرس‌داری هستش دیگه. نمیخوام اون لحظه ما استرس حجم رو هم بکشیم. اینجوری حجم رو دیگه دقیق بغل دستمون داریم و میتونیم خیلی خوب راحت استفاده کنیم. پس شما هم یه همچین چیزی برای خودتون تهیه کنید، بذارید بغل دستتون، هر وقت که لازم داشتین ازش استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. فعلا خدا نگهدار.